سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شب عالی متعالی جناب آقای انصاری. سلامت باشید آقای رضایی. متشکرم. زنده باشید جناب آقای انصاری. تون بر خاک شهیدان مدوان مرکب را، با خبر باش که خون از سر زین میگذرد. تهدید میکنید؟ بله. تهدید میکنید؟ نه تهدید نیست. این معذرت رو عرض کنم که التیماتوم فرمودید امام زمان پدر سوخته علیاذ بالله، پدرش حسن عسکری است از اولاد رسول خدا. نه 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 امام زمان شما فرزند حسن عسکری نیست. حسن عسکری نور چشم ماست. هر کس به حسن عسکری توهین میکنه، هر کس به حسن عسکری توهین میکنه ما منافق زندیق میدونیم. امام زمان شما پدرش حسن عسکری نیست. حسن عسکری فرزندی به نام جناب آقای انصاری، ما معتقد به اون امام زمانی هستیم که فرزند حسن عسکری است، در پادگان سامرا متولد شده است. به اذن خدا و به اراده حق تعالی جل و علا خدا اراده کرده است که حجتش را در غیبت نگه دارد، چون اگر دست دشمنان برسد همونطور که به پدرانش رسید و همونطور که به انبیاء سلام و یقتلون النبیین به غیر حق، پیامبران رو کشتن، ائمه هم کشتن، پسران پیامبر رو کشتن، ایشون رو هم تا زمانی که خداوند متعال اراده کند که ظهور کند در و یکی از علمای ما شهر ما اصفهان یک کتابی نوشت که این خیلی مشهور، المهدی عند اهل سنت، نسبت به وجود مقدس حضرت مهدی که متولد شده است، کپیه گرفت از کتاب اهل سنت و 400 صفحه شد کتاب که این آثارش هست. اما شما از این آقای آخوندی سند خواستید در مورد حضرت امامت ائمه اثنا عشر علیهم صلوات الله، اومد ایشون راجع، البته ایشون قاطی کرد، یک چیزایی گفت که واقعا همیشه یه جایشو بالاخره یه کاری میکنید که واقعا ما هم یه مقدار بعضی وقتا دلغلکمون میشه. شما ایشون داشت صحبت میکرد راجع به سلیم ابن قیس و اون کتیبه خاتم الانبیا در رضیة الخمیس و در حدیث قرطاس، شما فرمودید اونجا میخواست بنویسید که ابوبکر و عمر و عثمان. حالا شما یه حدیث صحیح برای این مطلب بیارید. ببینید من اینو شوخی کردم چون ایشون داشت جوک میگفت، من شوخی کردم. اگر بر اساس هوا و هوس باشه، بر اساس هوا و هوس باشه، ما هم میتونیم بگیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواست در مورد خلافت ابوبکر و عمر و عثمان بنویسه. از کجا معلوم که در این مورد نمیخواست بنویسه؟ از کجا معلوم؟ از اونجا معلوم که مخالفت شد و بعدم این مسئله رو به امیرالمومنین فرمودن که قصد من این بود. و در کجا فرمودن؟ دلیل روایت در کجا فرمودن؟ محضر شما عرض کنم که به امیرالمومنین علیه السلام علی ابن ابی طالب روایت اول اسم کتاب، صفحه جلد، اسم کتاب، صفحه جلد، سند روایت رو بخونید. خب الان ببین من الان اسناد دستم نیست. خواهش میکنم پس بگذارید کنار، موضوع بعدی چون بدون دلیل و مدرک اینجا صحبت نمیشه. موضوع بعدی من نظرم این است که ما مسئله‌ای که 2 هفته قبل روش سرمایه گذاری کردیم و یه مقداری خب به یه نتایجی هم رسیدیم، همین چند دقیقه که اجازه میدید در خدمتتون باشیم پیرامون همون قضیه حدیث آیت التطهیر صحبت کنیم اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید. بله. شما خیلی کوتاه مختصر در 2 دقیقه صحبت بکنید چون نمیخوام بیشتر وقت بینندگان گرفته بشه. بله. حضرت علی فرمودید که آیت التطهیر اینطور است که خدای متعال فرموده است که من میخواهم رجس رو از شما پاک کنم. من نوار چیز ربطش کردم مطالبی که اون 2 هفته قبل هم صحبت کردیم. میخواستم ببینم نظر حضرت علی
یه سوالی که تو ذهنم اومد که آیا همون وقتی که خدا اعلام کرده است، یعنی وقتی خدا این در اون زمانی که این آیه به توسط جبرئیل به پیامبر نازل شده است، همون وقت خدا اراده کرده است که این رجس را پاک کند یا از قبل پاک شده؟ چون اول شروع مطلب که من کردم با این شروع کردم، گفتم حضرت آقای انصاری هم شما و هم ما که ما آیه تطهیر را راجع به اهل بیت پیامبر و ائمه‌مون میدونیم و که شما که نسبت به زنان پیامبر میدونید، ازواج پیامبر میدونید، هر دو هم شما هم ما پیامبر رو در این آیه دخیل میدونیم. شما اول فرمودید بله، بعد فرمودید نه، بعد جابلای مطالب یه 20 دقیقه بعدش فرمودید نه، پیامبر 14 15 سال قبل از اینکه آیه بیاد پیامبر از اون وقت شامل این مسئله بوده و مشمول ایشون نیست. حالا می‌خواستم ببینم نظر شما راجع به این چجوریه؟ من هر دوتاش درسته، هر دوتاش درسته. من اینجا فقط توضیح بدم هر دوتاش درسته. پیامبر صلی الله علیه و سلم جزء این آیه بود به این معنی که قبلا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به پیامبری مبعوث شد دارای اون اسمتی که مختص انبیا هست بوده و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این که پاک و مطهر بودن شکی نیست. و اما این که شما میاد استدلال میکنید اونجا بعد تعامل ما با شما فرق میکنه. شما میگید که اینجا انحصاری است. انحصاری در کی است؟ میگید در رسول الله، در فاطمه، حسن، حسین و علی، 5 تن پاک. درسته؟ بله. انما میگید انمای حصر است. در اینجا ما از حرف خودتون استدلال میکنیم وقتی که میگید این انمای حصر است، پس 12 امام چطور ثابت میشه اسمتشون در حالی که این حصر در 5 تن پاک بوده؟ بله. خب حال جواب بدم یا دارید شما؟ بله جواب بدید، منتظر جواب. بله منظر شما عرض کنم که من جوابی که شما میخوام بدم این است که اولا این آیاتی که شما مثلا قرآن فرماد مثلا ما باران را طهور قرار دادیم، آیا همون وقت که خدای آیه جبرئیل آورد این خاصیت را آب باران پیدا کرده یا از قبل بوده است این قضیه و حالا خدا داره متذکر میشود؟ یعنی محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین که ما مشمول این آیه تطهیر میدونیم همون وقت، حالا پیامبر شما از قبل بوده، علی و حسنین و حضرت فاطمه اون وقت که این آیه اومد اون وقت از اون به بعد مشمول این آیه شدن یا از قبل هم بودن؟ نظر شما چیه؟ ببینید ما جواب شما رو با آیه دیگری من از سوره اعراف بدم. آیه 58 میگن که باران که در لطافت طبعش، این شعر اگر که یاد داشته باشید، خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. باران در این که پاک کننده است هیچ شکی نیست، اما الله سبحانه و تعالی در آیه 58 سوره اعراف میفرماید که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سرزمین پاک و خوب گیاهش به فرمان پروردگارش میروید و سرزمین ناپاک و بد جز اندک و بی ارزش نمیروید. باران بر اسباب پیامبر صلی الله علیه و سلم بارید در روز بدر، اونا رو پاک کرد، قلبهایشان را استوار کرد، پاهایشان را، گامهایشان را استوار قرار داد. اما وقتی که بر سر مشرکین بارید چی شد؟ غیر از هم و غم و بدبختی چیز دیگری براشون به بار نیاورد. اما این که فرمودید که در مورد آیه تطهیر که این رسول الله سبحانه و تعالی همون لحظه‌ای که این آیه نازل شد این اراده رو کرد، همون لحظه این اراده رو کرد، چرا که ما به قضیه تطهیر و پاکی تکوینی ائمه که شما اعتقاد دارید اعتقاد نداریم. شما به اسمت تکوینی اعتقاد دارید، ما حتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم هم اسمت تکوینی اعتقاد نداریم. بله. خب نظرتون عرض کنم که استاد اینی که باران رو مثال زدید در قصه بعد اصحاب پیامبر رو پاک کرد و برای اونم نشاط آورد، آیا این خاصیت باران همیشه دارد یا ندارد؟ به اجازه الله سبحانه و تعالی دارد. برای مؤمنین برای مؤمنین دارد این خاصیت رو. خورشید وقتی نور میدهد به پشت بام خانه من، داخل خونه من و شما که انشاءالله مؤمن باشیم میخوره نور میده، به پشت بام کفار اونا میخوره گرم میکنه و نور میده. بله همین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودن که دیشب باران بارید، تعدادی کافر شدن، تعدادی مؤمن شدن. صحابه پرسیدن چطور؟ گفتن که الله سبحانه و تعالی بر ما باران بارید مؤمن شدن، کسانی که گفتن که والا رعد و برق شد و طوفان اومد و ابر آورد و باران بارید کافر شدن. خب این بستگی به باران داره. این یعنی در آقای رضایی برادر عزیز، من ببینید شما در هفته گذشته فرمودید که انمای حصر است بر همین 5 تن پاک. من از شما خواهش میکنم از قرآن کریم
غیر از این 5 تن بقیه ائمه رو اسمتشون رو ثابت کنید. بسم الله. ببینید جناب، حصر خود پیامبر وقتی عبای مبارک رو کسا رو کشید و فرمود هؤلاء اللهم هؤلاء اهل بیتی، حتی اسما البته این آیه چند جا شده، هم تو خونه عایشه بود، از اون عایشه هم میگه که پیامبر. آقای رضایی برادر عزیز، خیلی مختصرشون نمیخوام وقت برنامه گرفته بشه. اسمت امام سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق، رئیس مذهب اثناعشری به قول خودتون، امام تقی نقیب تا امام حسن عسکری و مهدی، اسمت اینها رو از قرآن برای ما ثابت بکنید. خب عرض میکنم که قرمو تو برم. ببین این قسمت آیه اینجا جاهدی هم در قرآن آیاتی هست که از اونها استفاده میکنیم که چیز بشه که این مکمله قضیه میشه. مضاف بر این که وقتی حسین در زیر این عبا هست، بعد از اون که در صلب او هستند، ببین ما میگیم و اشهد انک تسعة المعصومین بالولد الحسین، اونایی که در جن ابی عبدالله بودن بعد از سید الشهدا، امام حسن هم که بود، بعد از این حضرت دختر حضرت مجتبی رو سید الشهدا برای زین العابدین گرفتن، از دختر حضرت مجتبی و آغاز زین العابدین امام باقر متولد شد. نشد. گوش کنید. ببین برادر عزیز، الان همینجا میایم، ما زید ابن علی ابن حسین رو داریم که ادعای امامت کرد، در یمن قیام کرد و اکثر علمای شیعه خاصتا جماعت اخباریون شما حتی تا حد تکفیر هم میرسونن ایشون رو، چون ادعای امامت کرده و کافر شده. خب اینم از نسل حسین بود، چه گناهی کرده بود این بیچاره که این نباید امام بشه؟ گناه نیست، گناه اینه مسئله قرآن میفرماد. شما فرمودید الان ژن امام حسین، شما فرمودید ژن امام حسین اینا شدن معصوم. یک لحظه جعفر کذاب عموی امام زمان شماست، برادر حسن عسکری است، میگید جعفر کذاب. تو کتابای خودتون گفتن جعفر کذاب کسی بود که رفت به پادشاه خبر داد، به بنی عباس خبر داد که در خانه برادرم فرزندی به دنیا آمده، این امام زمان هست، اینو بهش میگید جعفر کذاب. خب اینم از ژن امام حسین بود. بله، و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان له. همین رب من، آقای محترم، همین رب من این کتابو فرستاده برای من تبیانا لکل شیء، همه چیز رو، حتی کوچکترین مسائل مثل همبستری با همسرم در این کتاب آورده. آیا مسئله 12 امام یعنی من خیلی عذر میخوام از عادت ماهانه خانم هم کمتر بود که در این کتاب در موردش مفصل صحبت شده، اما اسم 12 امام رو نیاورده؟ شده جناب آقای انصاری. ببینید کجاست قرآن، ما همه بچه‌های آدمیم. قرآن میفرماد ان الله اصطفى آدم و نوح، منی که خودم خلق کردم، من انتخاب کردم. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض. خب این از آل ابراهیم و آل اسماعیل پیامبران الهی. من از شما در مورد آل ابراهیم و آل عمران نپرسیدم، من از شما در مورد 12 امام پرسیدم. از میکنم خدا انتخاب میکند. دلیل در کجا 12 امام اسمشون در کجا ذکر شده؟ اسمتشون در حدیث قدیر رسول خدای از پیامبر اونجا اسم یه تک تکشون آورد، بعد اون اسمش اینه، این فرزند اونه. یک روایت دلیل در کدام جلد صفحه؟ حدیث قدیر خام، حدیث قدیر که بابا جلد صفحه در کجا ذکر شده اسم 12 امام؟ در خود خطبه قدیر هستش. نیست در خطبه قدیر خم این رو در قدیر خم من کنت مولا فهذا علی مولا، همین ذکر شده. اسم 12 امام، اسم 12 امام، روایت، کتاب، اسم کتاب آقای رضایی، اسم کتاب، جلد، صفحه، در کجا ذکر شده اسم 12 امام؟ من حدیث قدیر رو با 130 تا چیز سند تاییدی از صحابه که این خطبه قدیر است برای شما که اسم ائمه درش هست. باش، من منتظر تماس شما هستم هفته آینده. تشکر آقای رضایی. شب چهارشنبه و باقیه آیه تطهیر از لطف سپاسگزارم. خدا یار شما باشد ان شاء الله الرحمن. فی امان الله. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.